به نام خدا. سلام بچه ها، اینجا اتاق قصه است. از اینکه یک بار دیگه صدای من رو از اتاق قصه میشنوید از صمیم قلبم خوشحالم. عزیزانم، اگه دوست دارید آدرس اتاق قصه ما همیشه پررنگ باشه، آدرس ما رو برای همه کسانی که دوستشون دارید و آماده شنیدن قصه هستن ارسال کنید. آدرس اتاق قصه ما @story room. بریم با هم قصه امروز رو ببینیم و بشنویم. ماجراهای طوقی و موش زیرک. روزی روزگاری یک کلاغی در آسمان پرواز میکرد. به مزرعه‌ای سرسبز و زیبا رسید. روی شاخه‌ای از درخت نشست تا کمی استراحت کنه. داشت به اطرافش نگاه میکرد. یهو متوجه شد یه شکارچی داره به سمتش میاد. از ترس خودش رو قایم کرد. اما بعد از مدتی با خودش گفت: تا زمانی که کبوترها، آهوها، خرگوشها هستن، هیچ کس نمیتونه به من آسیبی بزنه. شکارچی که کلاغو ندیده بود یه توری رو پهن کرد، یه عالمه دانه پاشید. چند تا کبوتر از آسمون تا دانه ها رو دیدن با عجله اومدن پایین تا قبل از اینکه پرنده های دیگه برسن دانه ها رو بردارن و اونا رو بخورن. سردسته کبوترها که اسمش طوقی بود چون یه خط سفیدی رو گردنش بود به دوستاش گفت: لطفاً صبر کنید، عجله نکنید برای خوردن دونه ها، اول بذارید ببینیم خطری وجود نداشته باشه. اما دوستاش گفتن: ما خیلی گرسنمونه، نمیتونیم صبر کنیم، باید بریم و سریع از این دونه هایی که اینجا ریخته شده بخوریم. اما بچه ها همونطور که میبینید اونا گرفتار دام شکارچی شدن. خیلی تلاش کردن از سوراخ‌های تور فرار کنن اما موفق نشدن. شکارچی خیلی خوشحال شد، پرید که همه اونا رو بگیره. اما سردسته کبوترها که همون طوقی بود به دوستاش گفت: به نظرم بیایید همه با هم پرواز کنیم و تور رو با خودمون ببریم. کبوترها موافقت کردند و با هم پرواز کردند و تور رو با خودشون بردن. شکارچی هم داشت اونا رو تعقیب میکرد اما کبوترها سریعتر پرواز میکردن. کلاغ از همکاری و هوش کبوترها تعجب کرده بود. کلاغ هم انقدر کنجکاو شده بود که دنبال اونا پرواز کرد ببینه آخر ماجرا چی میشه. طوقی به دوستاش گفت: بهتره ما با هم همکاری کنیم تا از این دام رها بشیم. اگه هر کدوممون به تنهایی فرار کنیم نمیتونیم این مشکل رو حل کنیم. دوستاش پرسیدن: خب چطوری از دست این تور ما خلاص شیم؟ خب به ما بگو طوقی جان. طوقی در جواب اونا گفت: من یه دوستی دارم که اسمش موش زیرکه. اون قدرت داره تور رو با دندونش پاره کنه. به نظر من بهتره پیش اون بریم و از اون کمک بخوایم. کبوترها روی لونه موش پایین اومدن و طوقی موش رو صدا زد تا به اونا کمک کنه. موش وقتی طوقی رو دید گفت: سلام طوقی، چه اتفاقی برات افتاده؟ تو که خیلی پرنده باهوشی بودی، تو دیگه چرا تو دام شکارچی افتادی؟ توضیح بده ببینم چه اتفاقی برات افتاده؟ طوقی در جواب موش گفت: خب موشی جون، هر کسی ممکنه تو زندگیش اشتباه کنه، اما آدم عاقل اونه که هیچ وقت امید خودشو از دست نده و ناامید نشه. بعدش هم حالا وقت این حرفا نیست. من ازت میخوام که بیای کمک کنی و من و دوستامو از دست این تور نجات بدی. موش زیرک شروع کرد که بندهای طوقی رو پاره کنه، ولی طوقی بهش گفت: موشی جان، اول بند دوستامو پاره کن. اگه بنده منو پاره کنی ممکنه خسته بشی و دیگه برای اونا انجام ندی، ولی من دوست تو هستم. حتی اگه خسته هم بشی بازم برای من این کار انجام میدی. ما با همکاری هم از دست شکارچی فرار کردیم. من سردسته این کبوترام و وظیفم اینه که مراقب سلامتی اونا باشم. ما دچار یه مشکلی شدیم و با همکاری هم میخوایم از دست این مشکل خلاص بشیم. زیرک به طوقی گفت: آفرین به تو که چه رهبر خوبی هستی که انقدر مواظب اعضای تیمت هستی. باریکلا به تو. و دونه دونه بندهای کبوترها رو پاره کرد و آخر سر هم بندهای طوقی رو پاره کرد. طوقی و دوستاش از موش زیرک
تشکر کردن که کمکشون کرد و از همدیگه خداحافظی کردن. موشم به طرف لونش راه افتاد که ناگهان صدایی شنید. وایسا آقا موشه، کارت دارم. موش زیرک صبر کن، من کارت دارم. موش نگاه کرد و دید که کلاغه. بهش گفت سلام آقا کلاغه، تو منو از کجا میشناسی؟ اسم منو از کجا میدونی؟ از من چی میخوای؟ کلاغ در جواب آقا موشه گفت راستشو بخوای من وقتی دیدم تو اینقدر نسبت به دوست توقی وفاداری و برای اینکه اون رو از دست اون تور نجات بدی چقدر تلاش میکردی، منم علاقه‌مند شدم که بیام باهات دوست بشم. موش به کلاغ گفت نه امکان نداره من با تو دوست شم. تا اونجایی که من میدونم موشا غذای کلاغا هستن و اصلا درست نیست که موش و کلاغ با هم دیگه دوست بشن. شما هم بهتره بری یه دوستی رو مثل خودت پیدا کنی که اونم کلاغ باشه. کلاغ با شنیدن این حرف موش تو جوابش گفت من بهت قول میدم که هیچ آسیبی بهت نمیرسونم و همیشه در کنار تو مثل یه دوست خواهم موند. خواهش میکنم پیشنهاد دوستی منو قبول کن و بیا با همدیگه دوستای خوبی برای هم باشیم. موش با شنیدن حرفای کلاغ بهش اعتماد کرد و بهش گفت باشه، ما از این به بعد سعی میکنیم کنار هم دوستای خوبی باشیم و اونا با هم دوست شدن و سالیان سال در کنار هم دوستای خوبی بودن. خب بچه ها، قصه چطور بود؟ امیدوارم که از قصه خوشتون اومده باشه. تا قصه بعد، خدا نگهدار.